اما چرا در بین همه اقشار یک ملت چرا علما و دعوتگران را هدف قرار میدن؟ ببینید، عموم مردم، عامه مردم، برایشان فرق نمی کند که چه نظامی می آید یا چه نظامی می رود، با کی می جنگند، با کی صلح می کنند. مردم رو در وضعیتی قرار دادن، مردم رو در افغانستان و در بسیاری از کشورهای اسلامی، که ملت بیچاره به این فکر میکنه که فردا چی بخوره، فردا مخارج زندگی خودش و فرزندانش را چگونه تامین بکنه. کارمندان و مامورین دولتی که هستن به اینا هم کار ندارن، چون اینا در فکر این هستن که معاش خود را بگیرن، لقمه برای خود و خانواده خود پیدا بکنن و به منصبی و به مقامی برسن. متاسفانه طبقه تجار ما و کسانی که صاحب کار و تجارت هستن، اینا هم به فکر این هستن که تجارتشان چگونه خواهد شد، پولشان از دستشان نرود و چگونه بتوانند سرمایه خود را حفظ بکنند. چون متاسفانه اون انسجام و اون حسی که باید در بین مؤمنین و مسلمان ها باشد در بین امت اسلامی نیست. اون احساسی که باید مؤمن در قبال یک مؤمن داشته باشد سالهاست که از بین امت اسلامی برچیده شده است. ما را با مرزها از هم دیگر جدا کردن. آن کسی که آن سوی مرز زندگی می کند برای من اجنبی است، برای من بیگانه است و اربلایی که به سر او می آید ما در قبال او بی تفاوت هستیم. چرا علما و دعوتگران را هدف قرار میدن؟ چون عالم ربانی و دعوتگر مخلص برای او نه پول مهم است، نه مقام مهم است، نه کرسی مهم است، و نه اینکه در مورد او چه فکر میکنند، و نه اینکه او را به زندان بیاندازند یا بکشند. اینها هیچ کدام برای او مهم نیست. برای یک دعوتگر مخلص، برای یک عالم ربانی، گفتن سخن حق، بیان حقیقت برای مردم مهم است. به خاطر همین سناریوهایی که در افغانستان قبلا تطبیق شده و ما شاهد بودیم این ثابت کرده که همیشه اگر خواستند برنامه‌ای رو در افغانستان پیاده بکنن، سعی میکنن علمای ربانی، دعوتگران صادق و مخلص را از بین ببرن، تا به این وسیله فردا اگر که خواستن برنامه‌ای رو در کشور پیاده بکنن کسی نباشد که اعتراض بکنن. من دقیقاً به یاد دارم وقتی که افغانستان اشغال شد توسط آمریکایی‌ها، حتی فیلمش هم که از تلویزیون ملی ضبط کرده بودم، هنوزم هست، دوستان در بخش رست ضبط کرده بودن، که شیخ الحدیث آن زمان که نمیخوام اسمش را هم ذکر بکنم و روی استیج بالا شد، دستای کرزی رو گرفت، گفت بیعت کردن سنت است. اینا با این گونه علما که به اشغال کفار مشروعیت ببخشند، به حکومت‌های دست نشانده آنها مشروعیت ببخشند کار ندارن. همین پارسال در ماه رمضان بود که وقتی که رئیس جمهور تاجیکستان اعلان کرد که مردم در ماه رمضان روزه نگیرن، خواستن کشاورزا و اینا که برایشون مشکل هست و هوا هم گرم است روزه نگیرن، همان شب در تلویزیون ملی تاجیکستان مفتی تاجیکستان را آوردن. مفتی تاجیکستان رو من شخصا میشناسم، یعنی آدم جاهلی نیست، عالم است، درس خوانده است، اما مزدور است، اما خود فروخته است، دین و شرف و عزت خود را فروخته است در مقابل منصب، در مقابل پول. آمد گفت که بله
ما در 4 کتاب یک روایت داریم که گر ضرورت بود روا باشد. به خاطر همین کشاورزان و کارگران می توانند که در ماه رمضان روزه بخورند. این حکومت ها و اشغالگران و کفار به این گونه علما نیاز دارند، چون اینها به حکومت آنها، به اشغال آنها، به دسایس و توطئه‌هایی که بر علیه اسلام و مسلمانان پیاده می‌کنند مشروعیت می‌بخشند. اما کسی که حق را بگوید، کسی که به سوی توحید و یکتاپرستی و به سوی آزادی از زیر یوغ استعمار و استحمار دعوت بدهد، باید از میان برداشته شود. سالها قبل داد زدیم که ای علمای افغانستان، ای ملت افغانستان، بیدار شوید. 10 سال قبل این فریاد را در وصال حق در برنامه قلب آسیا و در آن روی سکه و دیگر برنامه بیان کردیم که سرنوشتی که گرفتار علمای سوریه و عراق و یمن شد، گریبانگیر علما و دعوتگران افغانستان هم خواهد شد. یکی از دوستان من در یمن، الله متعال حفظش کند، بگد وقتی که صنعا سقوط کرد به دست حوثی‌ها همین مانند فاطمیون افغانستان، ملیشهایی که ایران ساخته است، بیش از 400 نفر از دعوتگران و علما را در صنعا به شهادت رساندند، در پایتخت یمن. یک لیستی دستشان بود، اسم طرف، آدرس خانه‌اش. گروه‌هایی در بین حوثی‌ها بودند که یقیناً مستقیما از ایران آمده بودند. می آمدن کوچه فلان، پلاک فلان، خانه فلانی، در می زدن، فلان ابن فلان هست؟ بله هست، بگید بیاد بیرون. وقتی می آمد بیرون یک گلوله به سرش می زدن. فقط بیش از 400 نفر از جوانان و علما و دعوتگران یمن رو به این گونه به شهادت رساند. برای اونا مهم نیست که یمن فردا به دست کی خواهد افتاد، به دست حوثی‌ها باشد، به دست امارات باشد، به دست عربستان باشد، به دست ایران باشد. مهم این است که این افراد نباشند، این علما و دعوتگران نباشند. بعد از آن به قل و زنجیر کشیدن ملت‌ها، استعمار ملت‌ها برای آنها آسان است، چون برای عالم و دعوتگری که در پی مقام و مال و منصب نباشد از کسی نمی ترسد. برای گفتن سخن حق از کسی نمی ترسد، چون چیزی ندارد که از دست بدهد. شما در این روزها شاید زیاد شنیده باشید کلیپ هایی که از استاد مسلمیار پخش میشه و صحبت هایی که همیشه داشتیم با ایشان. بزرگترین آرزوش این بود که در راه الله متعال به شهادت برسه. همین امروز با یکی از شاگردانش صحبت میکردم، امروز صبح بود. در پایان میگه که استاد دعا بکنید منم شهید بشم. براش نوشتم برادر عزیز، شهادت خیلی آسان است. یک بمب میگذارن زیر ماشین طرف، به شهادت میرسد. اما ما برای اعلای کلمت الله باید بجنگیم، برای اعلای کلمت الله باید برزمیم، برای اعلای کلمت الله باید زندگی بکنیم. به قول یکی از علما میگفت زندگی کردن فی سبیل الله خیلی سخت‌تر از شهادت فی سبیل الله است. تا اینکه یکی از علما، یکی از دعوتگران به شهادت میرسد، بعضیا تبریک میگن، بعضیا ببینید که همه رو یک نوع حماسه و عاطفه و احساسات همه گل میکند و در صفحات اجتماعی چند روزی سر و صدا میکنید. اما آیا به این فکر کرده اید که مرگ هر یک از این علما یک مصیبت است برای ما؟ ما ملت بدبختی که
رقاصه ها، خواننده ها با دولک و دنبکشان به قول یکی از علما از فرودگاه تا جایی که کنسرت میدن اسکورت میشن توسط نیروهای امنیتی. در آنجا ملت که در زیر استعمار کفار قرار دارد برای آنها کف میزنند، برای آنها پول میریزند و از آنها استقبال میکنند و علما و دعوتگران ما این گونه به شهادت میرسند. به قول یکی از برادرانی که الله سبحانه و تعالی شهادت ایشان را هم قبول بکند میگفت که شهادت میخوام اما نه شهادتی که همینطور مفت آدم رو بکشن. جوان مردانه بکشن. اگر اینها مرد باشن، اگر اینها غیرت داشته باشن، بیان در میدان، یقین دارم که هزاران نفر از آنها توان مقابله با مسلمیار امثال مسلمیار را ندارند. اما این بزدلی است. ناجوان مردانه علما دعوتگران ما را به شهادت میرسانند. چند سال طول میکشد که مادری مثل احمد ظاهر اسلمیار، مثل مبشر مسلمیار، مثل مولوی مفلح، مثل استاد نیازی به دنیا بیارد، بزرگ بکند، تحصیل بکند، مثل آنها ساخته شود، مثل آنها سخن حق بگوید. چقدر زیاد هستن امروز علمای درباری که امروز در افغانستان سکوت کردند. به این حکومت مشروعیت دادن، یک وجهه اسلامی دادن به این حکومت.